عبادت سه تا عبادته. یک عبادت عبید، بردگان. عبادت بردگان از روی ترسه. دو عبادت تجار، معامله است. این به من بده، من نماز میخونم تو به من بهش بده، من نماز میخونم تو به من فلان بده، من نماز یعنی با خدا شرط داری میکنه. این عبادت تجار، اهل معامله هست. سوم عبادت الاحرار، عبادت آزادگان، آزاد مردان، بندگان آزاد که پی به عظمت و بزرگی الله بردن، بدون هیچ چشم داشتی دارن در مقابل عظمت و بزرگی که اون ذات بهش متصف هست دارن تواضع میکنن. بیا با حوری جنت منه برگردنم منت، نهایی مقصدم چون رویت ستار میگردد. چقدر زیباست که ما وقتی میگیم الله اکبر بعد میگیم الحمدلله رب العالمین، این معانی بیاد تو ذهن ما. مالک یوم الدین. شاید در دنیا کسی دیوانگی بکنه بگه من فرمان روای بلا منازعم روی زمین، ولی اینجا خداوند میگه مالک یوم الدین. اونجا دیگه کسی جرئت نداره بگه من فرمان روای روز قیامتم. اینجاست که خداوند در دشت محشر دوباره صدا میزنه وقتی که فرمان روایان روی زمینی که دچار غرور و خودباختگی و خودشفتگی شده بودن ادعای خداوندی کردن، بندگان خدا را بردگان خودشون حساب کردن و اونها رو به ذلت و خواری نشوندن و فخر میفروختن. اونجا در دشت محشر دیگه اینا حتی صدای در گوشی هم از اینا نمیشنوه. اینجاست که خداوند رب العزت و الجلال فریاد میزنه لمن الملک اليوم، امروز فرمان روایی از آن کیست؟ جواب نمیدن. جواب نمیدن. این عربده هایی که میکشن امروز در روی زمین جواب نیست. رنجور استادن، غبار شرم و حیا بر صورتشون و چهرهشونه. دوباره خداوند فریاد میزنه، صدا میزنه لمن الملک اليوم، امروز فرمان روایی از آن کیست؟ جواب نمیدن. لمن الملک اليوم، جواب نمیدن. اینجاست که خداوند بزرگ عظیم در اوج کبریا و عظمت و بزرگیش خودش جواب خودش میده. میگه لله الواحد القهار، امروز فرمان روایی مطلق از آن واحد قهاره که هر بزرگنمایی در دنیا مقهورش میکنه. اینجا سبحان الله، تواضع زیبنده عبده، کبریا و عظمت و بزرگی و جلال رضا و ازار رب العالمینه، لباس رب العالمینه. رب العالمین میگه هر کسی در لباس من که کبریاست با من منازعه بکنه اونو نصفش میکنم. نگاه نکنید 4 روزی داره میبینید بعد از حکام در دنیا چطوری ادعای خداوندی میکنه. داستان نمرود رو شنیدید، داستان فرعون رو شنیدید که دیگه فرعون به بنی اسرائیل گفت انا ربکم الاعلی، من خدای برتر شما هستم، ما علمت لکم من اله غیری. اول یه ذره اعترافی به اون خدای موسی کرد، ولی گفت من برترم از خدای موسی. سبحان الله. ولی تو دوم شیطان وسوسش کرد که اصلا بگه چه نفی بکنه، گفت ما علمت لکم من اله غیری، اصلا من غیر از خودم برای شما الهی خدایی نمیشناسم. سبحان الله. خداوند همون جوی آبی که از زیر قصرش میرفت و پوز میداد میگو و هذه الانهار تجری من تحتی، رودخانه ای که خداوند ایجاد کرده روان کرده، میگه مال من، زیر پای قصر من داره رد میشه. خداوند رودخانه را که زیر پاش میرفت عروس سرش برد. سبحان الله. وقتی که رودخانه از روی سرش رد شد فریاد زد که
الان من ایمان میارم به همون خدایی که موسی و بنی اسرائیل ایمان داشتن. گفت الان دیگه خیلی دیر شده، ما فقط جسد تو چه بدن تو امروز نجات میدیم که درس و عبرتی باشه برای هر خدانمایی که و فرمانروایی که ادعای خداوندی میکنه و ظلم میکنه و مردم رو ذلیل و خوار میکنه. حکام متوجه باشند اینا بندگان خدا، خدا نسبت به بندگانش غیرت داره. رامسیس دوم همین فرعونه جسد مومیاییش هست. آخرین نفری که از قوم بنی اسرائیل از پیروان موسی از رودخانه رد شدن، از نیل رد شدن، وقتی عصاشو زد چوب بعض موقع چه کارایی میکنه. سبحان الله. اینا وقتی وصل میشه به نیت ما و توکل ما وصل میشه به بالا، اصلا دیگه هیچ چیزی چاره تو نمیکنه، هیچ چیزی نمیتونه در مقابل تو علم بشه. این توکل و نیت رو داشته باشید. کارهای عجیبی میکنه این توکل. قدرت انسان مؤمنی که به خدا وصله. زمین وقتی که از آسمان یا آسمان از زمین، از آسمان مجموعه آسمان جدا شد، همینجور در حال چرخشه. خداوند برای اینکه چرخش زمین و حرکت زمین رو کنترل بکنه کوه انداخت در زمین و خداوند میفرمایند والجبال اوتادا، ما زمین رو کنترل کردیم با لنگری به اسم کوه که لایه های درونی زمین و قارات رو از درون به هم وصل میکنه. والجبال اوتادا، اوتاد جمع وتده و وتد به میخی گفته میشه که عرب یا صحرانشینا خیمه‌شونو محکم میکردن، میخ میکردن، میکوبیدن، به اون میگن وتد. و اینجا خداوند تشبیه کرده کوه به وتد، به میخی که زمین رو کنترل میکنه. سبحان الله، چه قدرتی است تو این کوه. همین اندازه که روی زمینه چند برابر زیر زمینه، ریشه دوانده تو لایه های زمین، زمین رو داره کنترل میکنه. خب خداوند مخلوق قوی تر از کوه هم داره. چیه؟ آهن. ما سوری در قرآن داریم به اسم سوره الحدید. بعضی از عزیزان فکر میکنن همه سوره های قرآن نمازه، نماز و روزه و زکات و حج و شنیده بودید سوره الحدید، سوره آهن؟ خداوند درباره آهن چی میگه؟ میگه انزلنا الحدید فیه بأس شدید. سبحان الله. یعنی خداوند آهن رو از بالا انداخته، میگه انزلنا، ما آهن رو نازل کردیم، فرو فرستادیم. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، درش بأس هست، قدرت هست، قدرت خیلی شدید هست. این پیکرها و با قدرت برق وقتی با هم میشه و این پتکا و وقتی میزنی به صخره، صخره متلاشی میشه. برید دنبال خواص آهن بگردید. پس کوه قوی است، زمین رو مهار کرد، کنترل کرد، آرام کرد. آهن قوی است، صخره ها رو متلاشی میکنه. از آهن هم مخلوق قوی تر خدا داره، آتش. آتش آهن رو ذوب میکنه مثل این آب. سبحان، روان. همین آهن سخت روان میشه مثل آب، موم میشه تو دست آهنگر، میچرخوندش به هر
شکلی که دلش بخواد. سبحان الله. بریم بالاتر، از آتش هم قوی تر داره خداوند مخلوقی. آب. این حالا اینجا ظرافتش پیدا نیست، اگه شیشه ای بود خیلی ظریف بود. این آب. به نظر شما من یه انگشتم بزنم تو این دیوار، خب ما گفتیم که صخره بعدش آهن، ما میگیم که کوه قوی تر از زمینه و آهن قوی تر از کوهه، بعد میگیم آتش قوی تر از آهنه، بعد میگیم آب قوی تر از آتشه. یعنی آب چند مرحله قوی تره. ولی اگر من انگشتم بزنم تو این آب خیلی لذتم میبره، شادم میشه، نوازشم میشه، انگشتم هم سر جاشه. ولی الان بزنم تو این دیوار له میشه، خونالود میشه. یا این مشت بزنم تو یک ظرف سطل آب، چه راحت فرو میره و چقدر روح و روان من تلطیف میکنه. ولی این مشت رو بزنم به یه دیواری، حالا به یه آجوری، به یه بلوکی، اینا همش یا خرد میشه یا خونالود میشه. سبحان الله. این از منظر ما فکر میکنیم آب یه چیز ظریفیه، ولی چه؟ آهن یه چیز خیلی خشنیه، اون قوی تره. اینطوری نیست. شما رفتید تو کوه، دیدید از دل کوه، از اون بالا یه سوراخی شده، تپ تپ یا چک چک آب میچکه رو صخره پایینی، اون رو سوراخ میکنه. دوباره خداوند در قرآن مثال زده و این من الحجارت، دنبالش چیه؟ لما یتفجر منها الانهار. سبحان الله. میگه بعضی صخره های سخت و سنگ های سخت شکفته شده، از درون اون صخره انهار جاری است، چشمه ها جاری است. چه قدرتی داره آب. خب پس از آتش قوی تر آبه. میریزن رو آتش، سبحان الله، آتش رو خاموش میکنه. بریم بالاتر. از آب قوی تر چیه؟ چه مخلوقی است؟ باد. سبحان الله. همین بادی که موهای ما رو نوازش میکنه، این نسیم خنکی که میاد از روی دریا ما رو حال و هوای دیگه میده. یه وقتایی تبدیل به طوفان و سونامی میشه. این دریا میگن 3 تا نعمت درش هست. 3 چیز در دریا هست، ما کنار دریا هستیم. یکی هیبته، هیبت خداوندی سبحان الله. 2 تا موج در قرآن مطرح شده. یکی موج درونی که دریا رو پاک میکنه، یکی موج بیرونی است که وقتی تلاطم درونی ایجاد میشه اینا میاد رو سطح آب، موج بیرونی اینها رو میذاره چه؟ دریا نجاست تحویل نمیگیره، آشغال تحویل نمیگیره، میریزه تو ساحل. این موج بیرونی که مثل کوه میشه، بعضا تا 30 متر 40 متر ارتفاع تو اقیانوس ها میرسه، شاید هم بیشتر. واقعا هیبته. ما خودمون با وجودی که اینجا تنگه هست، تقریبا شبه جزیره هست، اون سونامی هایی که و طوفان هایی که میاد 250 کیلومتر در ساعت، 300 کیلومتر در ساعت، حالا تصور بکنید چه حال و هوایی و چه مسائلی تو این اقیانوس ها ایجاد میکنه. ما خودمون بعض موقع که این دریا متموج میشه طاقت نداریم نگاهش بکنیم، دود ازش بلند میشه. این لاندیگرافا، این کشتی های کوچک لنجه ها رو میکوبه به ساحل.